سیری مخصوصی خودشا داره. این رشته برای آشنا کردن در وقتی رشته را با رشته پیوست کرده آشنا کردن، دست چپ همین 5 شلیک، همین 5 انگشت در حالت کاری می باشد برای آشنا کردن رشته ها. ما از بس که من یک خودم تنها یک فرزندم شاگرد کار میکنیم، اگر شرایط کارمون وسیع میشد، کشاد میشد، مثال امکانیت میشد، یگان دستگیری از جانب حکومت ها میشد، برای شاگرد برآوردن بسیار نیازی کلان داره. این صنعت و ایجاد ما از بین رفته ایستاده، هنر قدیمه می باشد. من نیاز دارم که بسیار یک شرایط خوب مهیا میشد، دستگیری میشد، شاگردان می برآوردیم که بعد از سر ما صنعت و هنر باقی میماند. ما مزاجای خود داریم، شاگردان چه طلبات خوب دارن، زکس مثال فرمایش میکنن، من پایافزال هم کسورت تیار میکنیم. مثال از تابستان شتا کار میکنیم تا من همین موسمی سرشوی بزرگ بازی را محصولات نزاعی پسکشی مزاجان را تیار میکنیم. خریدار ما مثال پایافزال ما را، مثال من همین پایافزال موزه بسکشی که میبینید از جناب عالی سر کرده، مثال فرزند کس رستم جانم پایافزال ما را برای از سوار شدن اسب استفاده میبرند. از بس که سوار شوی اسب همین پایافزال مخصوصی خودش دارم. پایافزال مخصوص من همین پایافزالی که شما بزنید سوده همین ایجادی 20 سالی من است. مثال از کلان شونده ها از منصب دارم، مثال علی مردانوف پایافزال مرا میپوشند. اوراقفا بودن بچه‌های مردم نثار، اوراقفا میپوشیدن. من خال مشرب موزه مرا میپوشید از منصب دارای کلان. مثال شیر محمد شایف موزه مرا میپوشند، من عبدالرسول محیط میپوشند. تمامی منصب دارایی که مثال اسب دارن، شوق و رغبت از سواری دارن، پایافزال من استفاده میکنم. موزه کلانی که شما ما دیده ایستادید، موزه اندازش به حد کلان است. این موزه اندازه 46 میباشد. گرانترین پایافزال همین ایجادی پایافزال من همین اندازه 46 میباشد. 46 به اون معنا که پای لوچ مثال یک پایپاقتی پوشان، برای این را پوشیدن پایتوهای بسیار میپیچونن، برای به همین خاطر این موزه کلان گرفته میشه، کلان میشه. پای مردم موزه 43 میپوشن، فهمیده میشود. پایافزال توفلی 42 میپوشن. دیگر اندازه پای جناب 42 توفلی میپوشن، 43 موزه میپوشن. رستم جان 41 توفلی میپوشن، 42 موزه میپوشن. همین خیلی ما میزاجی را از رزمیری از اندازه پایافزال میپوشیدگیشون، کفش پای توفلیشون میپرسم، بعد اندازه موزه را خودم میفهمم که اندازه چند دختر